سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. Use common adjectives، صفتهای رایج. Common opposite، صفتهای متضاد. پارت 7، لطفاً با من همراه باشید. مورد اول، asleep به معنی خواب. Opposite awake یعنی بیدار. She is asleep or awake. او خواب یا بیدار است. مورد دوم، dead به معنی مرده. اپوزیت این صفت میشه alive یعنی زنده. به مثالش توجه کنید. The bird is dead or alive. پرنده مرده است. پرنده زنده است. Number 3، strong به معنی قوی. اپوزیت این صفت میشه weak یعنی ضعیف. He is very strong. He is very weak. او خیلی قوی است. او خیلی ضعیف است. Number 4، rich به معنی غنی، ثروتمند. Opposite poor به معنی فقیر. She's a rich woman. She's a poor woman. او زنی ثروتمند است. او زنی فقیر است. Number 5، common یعنی رایج. Opposite unusual غیر معمول. These are common names in Italy. These are unusual names in Italy. این اسامی در ایتالیا رایجند. این اسامی در ایتالیا غیر معمولند. Number 6، useful به معنی مفید، پرکاربرد. Opposite useless بیفایده، بدون کاربرد. The Swiss knife is very useful. The Swiss knife is very useless. این چاقوی سوئیسی خیلی مفید است. خیلی پرکاربرد است. این چاقوی سوئیسی خیلی بیفایده و بدون کاربرد است. Number 7، wide به معنی پهن، گسترده. Opposite narrow به معنی باریک، تنگ. The screen is very wide. The screen is very narrow. این صفحه نمایش بسیار گسترده یا پهن است. این صفحه نمایش بسیار باریک است. Number 8، noisy پر سر و صدا، شلوغ. Opposite quiet به معنی ساکت. The children are noisy. بچه ها پر سر و صدا هستند. The children are quiet. بچه ها ساکت هستند. نکات مهمی در این گونه صفت ها وجود دارند. لطفاً توجه کنید. شماره 1، این گونه صفت ها معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند. It is a quiet village. quiet یک صفته، village اسمه. پس quiet در اینجا قبل از صفت قرار گرفته. آن دهکده ساکتی است. مورد دوم این که این گونه صفت ها میتونن بعد از فعل to be قرار بگیرن. The village is quiet. در اینجا is یک فعل to beه.
و صفت quiet بعدش قرار گرفته. نکته سوم این که این گونه صفت‌ها نمیتونن قبل از اسم قرار بگیرن. حالا کدوم صفت‌ها؟ این صفت‌ها رو که براتون ذکر کردم: alive, awake, sleep. ببینید جمله صحیح به این صورت نوشته میشه که بعدش اسمی وجود نداشته باشه بعد از صفت. The man is alive. The man is awake. The man is asleep. این جمله صحیحه. این صفت ها میبینیم که بعد از فعل to be اومدن. حالا زمانی که به این شکل جمله گفته میشه میبینیم که شکل ناصحیح و غلطی به خودش میگیره. He is an alive man. ما همچی چیزی نداریم. یعنی بعد از alive، awake و asleep هیچ موقع اسم نمیاریم. پس این یک جمله غلطه. نکته چهارم این هست که بعد از صفت همیشه میتونه، یعنی در واقع مصدر قرار بگیره. دقت کنید صفت ما در اینجا impossible و necessary هست. ببینیم بعد از impossible یک مصدر به نام to remember اومده، بعد از necessary هم to revise اومده. خب جمله رو توجه کنید. It is impossible to remember everything, so it is necessary to revise things you have studied in class. به خاطر سپردن همه چیز غیر ممکن است. بنابراین لازم است چیزی را که در کلاس مطالعه کرده اید بازنگری کنید. پس باز هم براتون تأکید میکنم که میتونه بعد از صفت‌هایی مانند impossible، necessary مصدر قرار بگیره. مصدرمون کدومان؟ to remember، to revise. Number 9 possible ممکن. impossible متضاد این صفته، غیر ممکن. It is possible or impossible that I can change my seat with her in the flight. این امر ممکن است که من بتونم جایم را با او در پرواز عوض کنم. این امر غیر ممکن است که من بتونم جایم را با او در پرواز عوض کنم. Number 10 necessary لازم، ضروری. opposite unnecessary غیر ضروری. ببینید توجه کنید ما زمانی که میخوایم یک صفت رو اپوزیتش رو بنویسیم بعضی از صفت ها این میگیرن، مثل impossible متضاد possible، یا اینکه on میگیرن، un میگیرن unnecessary، یا اینکه این میگیرن مثل correct و incorrect که دو تا صفت متضاد هم دیگر هستن، صحیح و ناصحیح. به مثال necessary توجه کنید. The cookery books are necessary or unnecessary here. کتاب‌های آشپزی در اینجا ضروری اند، یا اینکه بگیم کتاب‌های آشپزی در اینجا غیر ضروری اند. Number 10 helpful useful or giving help مفید یا کمک کننده. اپوزیت این صفت میشه harmful به معنی مضر. I think it is really helpful or harmful. من فکر میکنم که آن واقعا مفیده. من فکر میکنم که آن واقعا مضره. Number 11 annoying به معنی مزاحم. یک سینونیم اگه براش بخوایم در نظر بگیریم میشه irritating.
اپوزیت این صفت هست pleasant یا agreeable به معنی موافق، دلپذیر. It is very annoying or pleasant when we are late for meeting. وقتی سر آن جلسه دیر می آییم خیلی آزاردهنده است. وقتی سر آن جلسه دیر می آییم خیلی خوشایند است. Number 12 clear به معنی easy to understand، شفاف، واضح. اپوزیت این صفت هست confusing یعنی گیج کننده و مبهم. When students do or don't activities, I have to give clear or confusing instructions. وقتی دانش آموزان فعالیت هایی را انجام می دهند یا انجام نمی دهند، من مجبورم دستورالعمل های روشن یا گیج کننده بدهم. Number 13 strange عجیب. یک سینونیم اگه بخوایم براش در نظر بگیریم میشه odd. حالا اپوزیت این صفت میشه چی؟ نرمال، معمولی، عادی. It is a strange thing, it is normal things to do that I write new words on my hand and then on my arms. این یک کار عجیب یا عادیه که روی دستم و سپس روی بازویم کلمات جدید می نویسم. Number 14 mad سینونیمش crazy به معنی دیوانه یا غیر عادی. اپوزیت این صفت میشه sane به معنی عاقل. He is very mad or sane to do that things with his child, but it is the only way. او خیلی دیوانه یا خیلی عاقل است که این کارها را با فرزندش انجام دهد، اما هیچ راه دیگری وجود ندارد. یه نکته در مورد عبارت دوم یعنی جمله دوم من براتون بگم بعد از but. It is the only way. در اسلاید بعد این توضیح رو دادم. It is the only way میشه there is no other way یعنی هیچ راه دیگری وجود ندارد. این یک اصطلاحه. That is no other way. It is the only way. به این نکته کاملا توجه کنید. ممنون دوستان که تا این لحظه با من همراه بودید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.